بیا ممکنه سرجان؟ ممکنه سلام علیکم. سلام علیکم چه سرجان؟ اکه جرا صحبت کردی؟ درست صحبت؟ زندگی شد؟ اون رحمت شما خوبه؟ کار بالا در بانده؟ سلام بسیار. خوبه خیلی کار در کارکه تینجه شما خوبه؟ سلامت قابل زنده باشید. خانه ساز فرزندکا ساز قدم رسد بالا نرسد. الله حکی برکن. دوی ما هم کنه ده که برادر. سلامت چه باشید دیگه آخری سازی؟ رحمت که شما خوبه؟ خب، ساز. رحمت همین یک خدمت به پیش دادم سرجان. مرحمت که خدمت بوده همین یک همسایه سودین داریم. روسیه یک سه چورزه قهوه ما اینجا میره اونجا میره. میگه همین سرجان میگه همین یارو دوستی خدای هم کورسای برادر تای همین کم ترک یکم نروشنی کردیم چی کردیم این چما نمونده است های نام فامیلیش چیه اکا جان؟ نبیو شهریار نبیو شهریار؟ آنم نبیو شهریار نبیو شهریار یا خدمت میکنی یا نبیو شهریار حاضر که نبیو شهریار نبیو شهریار اوخیا چی میشه باید تو ده؟ همین همسایه که بگیم که کم ترک همسایه نزدیک اکا جورا خان آیی نبیو شهریار همسایه باید خارج ده؟ چه؟ همه خیلی خارجش کردیم؟ خیلی بچه نازه که هم سلام علیکم خیلی اکا خارج ده که برو ما اینجا درس آمده خیلی درس آمده باید آمده که نه اینا بود من فرمون خودش همین بلوی هم ایستو دیگه نبیو شهریار از سببی 354 ساعت قریب نیستن خیلی سرجان هم میفهمی که همسایه نه اکا جورا خان میفهمونده که گب در سر چی میره که این خوری چی دیگه اوخی این وای برومدگه اکا خیلی اقلا یکم من هم پیش اومدم ده مرا دی فرمونی همین بچه برومدگه اکا یعنی که دیرکتری مؤسسه همون را فرمانش برو ورده که آزاد کنه همه قصوات درس نیست خیلی که من چیکار کنم اوخی خیلی یکم بهانه کتی اقلا یکم بهانه کتی همون را یکم کار کرده نمیشه یکم بهانه خیلی من را دید من پیش تو اومدم من داری همسایگری ده مرا چی میگه او میگه یک کار حل کرده نتونیست اوخی اکا جورا خان اینا چی توصیه میتی اکا خیلی یعنی که ما هم اینانی دهن مونه من کودکای ما هم اینانی دهن شما نمیگه نه سرجان من خطب دیگه خیلی فهمون نیستم همون سواد داره سواد خیلی اکا خیلی سوادی پوره هم نداره هر حال ای یکم سوالی کروچانش بده کروچانی ها سرجان فکری شدی؟ اکا در همین سوالی کروچانی فکری شدم این کروچانی شکلم دیگه سوالی مشکل که میشه همین از سوالی بودش که ترخکر شما دیگه ندونم خیلی بعد میگن خیلی بی سوالی بعد مایل خیلی که بعد اوش خیلی دختون اکا خوری چی میکنین دیگه چیزش میکنین شد اکا شما در 20 سال همسایه بودن که یکم آرازیو پیش ما اومده گم نیست اکا خدمت میکنیم کم نیست چه کنم اکا جو اگه چوه من 20 سال من ماشین برو اومده که همراه بریم فلورنس خیلی برام خدمت بوشم بودن شدی خونه بینکن سلامتی اکا خداوند نگه بوشه من اکا جان خوش آمده اکا خوش آمده خب جورا اما همسایه اکا جورا خان اومد دیگه گفتم اخی او را خورش کردن یا ما روبر هستم میگه که یه سوالی کروچانشته میگه یه سوالی کروچانشته بر رو نمیدونم چی خیلی سوالی چیه؟ کروچاک دا گیرمش؟ بچه کروچانی خلاص دیم دا کروچاک زدیم بود مایلا خیلی مایلا خب ایش بود کروچاک میگه مرحمت کنی بیو السلام علیکم علیکم السلام ممکنه سر خیلی دور اومدی اکو بیو محمد چی؟ چی طرف من چشمکی میجی خیلی؟
استاد برای خدمت آمدگیم. چه خدمت بوده؟ استاد همین برای درسا. درسا؟ چه نام فامیلی تو؟ شهریار نبیر. شهریار نبیر؟ استاد. تو خوری شیلگی میدونی؟ نه استاد. چه نمیدونی؟ تو را نگفتم که تو خوری شیلگی؟ نه هیچ گفتگی نیست. تو خوندانا چقدر؟ میشه استاد. 100% میدونم. همه فنا را 100%. 100% میدونی؟ 100%. آخر با جین میزد که در صورت سری وقت می اومدی. استاد یک کم ترک پرابلم داشتم برای اون نتونستم اومدم. خیلی پرابلمون تا حال که بعد بیو؟ بود کردم استاد این اومدن. بود کردی اومدی ها؟ آه. دوست هستن. همه فانو 100%. همه فنا 100% استاد. اگه جور خون چی میشه با؟ تقوی میشه. تقوید میشه یا همسایت هم تقوی میشه هم همسایه هم میشه. بسیار ناز. خوزی سوال میتونیم اگر سوال رو ندونستی این همیشه هم خیلی چرخ زده کنان میبوری. رقص کنان استاد؟ چرخ زده کنان؟ چرخ زده کنانش چه بود؟ چرخ زده کنان؟ آه. خیلی کورچانی میبوری میری. فهمیدی؟ اهالی تاجیکستان چقدر است؟ اهالی تاجیکستان 9 میلیون استاد. 9 میلیون؟ آه. هست. نمبر کن. چه؟ انا بخير. بحر طویل از محمد شاه بلجوانی. دوش از خانه به در آمده بودم که یک تازه نگاره، نه چنون تازه نگاره که ورا حسن لطافت برخ و شرم به چشم و شکر و قند به لب باشد نارین بزیبش به بغل، بلکه یک خانم افرنگی نما بود که سر لوچ ببر سمکه و سنئی همه ابرو لبی سرخ نمایان شده به ساق ترایده قاقش که جوانی به بلاغت زده و شوخ جگر تفسیده رو تفنه چاق ورا خارجی گمون کردم. با لفظ عجایب غریبی نبخت خواست بگفتم که مادم جان من ای لویو تو را دوست بدارم و بخواهم که برم باشی و با تو بکنم فخر به نزدیکی همه یار رفیقان که بس طعنه زنندم که منم مجرد و بیزن بویداق سر خاک بخشلاق. آخر الامر زیبادی همه لطفی من مسکین بینمود نیم نگاه طرف من که مرا لرزه به تن آمد و گریه به گلویم و بگفتا که حالا کفترکی تیز به چنگ آمده ای من زی کجایی که چون این ساده نمایی نه چون از مردمی مایی ولی خاطری اون زوره که کردی بو برم برزل کینا و یک ناز عجیبی دیگر کرد که شد در نظرم تیره چرویش همه آفاق. دو قدم من به قفا رفتم و ستایکه گرفتم که مبادا طرفم حمله نموید که نفس راست نموده طرفش بانگ زده گفتم خاموش ای که لطافت و نفیسی که بود خاصی زنان از تو رمید است و ذکرداری بدت گشته منفور بودن با تو گران آید صد رهزی چنین فاحشه داری بودنم به که بگردم سر تنها و لبی خشک به سر خاک تنی تاق به ایلاق.